رمضان یک مدرسه است که ما در این مدرسه تمرین میکنیم این چیزها رو که بعد از رمضان اجراش بکنیم. الان این رمضان یک مدرسه ای بود که ما تقوا، پرهیزگاری، محبت، اخلاق، صله رحم، انفاق، اینا رو در این ماه تجربه کردیم، تمرین کردیم، تلقین کردیم. بعد از رمضان باید اجرا بکنیم، ببینیم که آیا ایمان ما، تقوای ما، پرهیزگاری ما در ماه رمضان و بعد از رمضان تغییری کرده است یا نه. اگر در خودتون احساس کردید، این تست کردید خودتون رو که رمضان متقی تر بودید و بعد از رمضان سهلنگار شدید، تقوا و پرهیزگاری شما درجهش پایین آمده، خودتان رو مراجعه بکنید، چون تقوا و پرهیزگاری در طول زندگی از یک مسلمان مطلوب است. ما باید خودمون رو تست بکنیم که ما تونستیم در ماه رمضان در مقابل تشنگی صبر بکنیم، در مقابل گرسنگی صبر بکنیم، در مقابل شهوات صبر بکنیم. حتی در ماه رمضان میبینی که اونایی که به اصطلاح معتاد به موسیقی هم بودن همه قرآن گوش میکردن. خب کار خیلی خوبیه، اما اگر بعد از رمضان ما دوباره برگردیم به همون منکرات، به همون موسیقی، به همون وضعیتی که قبل از رمضان داشتیم و این صبر و تحمل رو بعد از رمضان از دست بدیم، در این تست ما، در این آزمایش ناکام شدیم. صبر در طول زندگی از یک مسلمان مطلوب است. و بشر الصابرین، بشارت باد، یعنی جنت هست برای کسانی که صبر، انسان‌های صبوری هستند و صبر می‌کنند. رمضان ببینید ماشاءالله تبارک الله همه میشن آدمای خوش اخلاق. حتی چهره ها رو ببینید، چه چهره هایی که نور ایمان از اون میباره. بعد از رمضان دوباره همون چهره عبوسن قمطری را. وقتی ما اخلاق خودمون رو بعد از رمضان تست بکنیم و ببینیم که اخلاق ما بعد از رمضان بدتر شده، باید ایمانمون رو تجدید بکنیم، باید به حال خودمون رسیدگی بکنیم. این صفت مومن نیست که اخلاق رمضانش و اخلاق بعد از رمضانش فرق داشته باشه. مثلا در رمضان میبینید که همه میشن صله رحم را همه اجرا میکنن. ببینید از دوستانشون، عزیزانشون، اقوامشون، خویشاوندانشون خبر میگیرن، به دید و بازدید میرن. دعوت‌های افطار است آنچنانی، حالا بعضیا به خاطر ریا که انشالله اونطوری نباشه، اما بعد از رمضان دوباره همون ارتباطات بعد از عید قطع میشه تا سال آینده و سلام علیکم و رحمت الله. یعنی چی؟ انسان باید این صله رحم در طول زندگی یک انسان مسلمان بر ما واجب است. این گناه کبیره است. همونطوری که در عید، در رمضان به دید و بازدید هم دیگه رفتیم، از هم دیگر خبر گرفتیم، بعد از رمضان هم این تست رو بکنیم که آیا ما داریم این کارا رو انجام میدیم یا نه. انفاق، ماه رمضان میبینی همه انسان‌های منفق میشن، هر جا خیرات است و صدقات است و افطاری است و فلان هست. خودمون رو تست کنیم، آزمایش بکنیم که بعد از رمضان هم ما این کارا رو انجام میدیم یا نه. یا بعد از رمضان فکر میکنید که فقیر فقرا تموم شدن، انسان‌های مستمن در دنیا نیستن؟ نه خیر، هستن. مردم بعد از رمضان از گرسنگی هم بمیره، کسی به اونا کمک نمیکنه. اما در رمضان ببینی که خونه هر فقیر بیچاره‌ای از روغن و برنج و آرد که تاریخ مصرفش گذشته پر است. به خاطر چی؟ همه شدن انسان‌های منفق. بعد از رمضان هم باید این اخلاق رو ما داشته باشیم. انفاق فی سبیل الله رو ما بعد از رمضان باید در زندگی خودمون جدول داشته باشیم که ما بعد از رمضان هم باید یک روزی در ماه رو، یک روزی در هفته رو اگر نمیتوانیم اختصاص بدیم که از احوال فقرا و مستمندان جویا بشیم و به اونها کمک بکنیم. بعضی متاسفانه مثلا زکاتشون رو اختصاص دادن که استخراج زکات باید در ماه رمضان باشه. این اشتباه است. هر موقعی که یک حولی بر مال و دارایی انسان مسلمان میگذره، چه رمضان است، چه شوال است، چه شعبان است، چه ذوالحجه و ذوالقعده و محرم و صفر است، باید زکاتش رو در همون روز ادا بکنه. به تأخیر انداختنش در ماه رمضان این گناه هست. ثواب که نمیگیره، هیچ مرتکب گناه هم میشه. در ماه رمضان چقدر انسان ها محبوب میشن، چقدر انسان ها دوست داشتنی میشن. بیاید تست بکنیم که همین محبتی که ما در ماه رمضان نسبت به امن و آن خود داشتیم بعد از رمضان هم داریم. مطلوب است که انسان در طول سال داشته باشه، در طول عمرش داشته باشه. ما در رمضان یک انسان هدفمند شده بودیم، چقدر مرتب، منظم، افطار در وقتش، سحر در وقتش، برنامه ریزی شده بود، نماز تراویح، نماز تهجد، نمازها در وقتش در مسجد. اما بعد از رمضان چی؟
آیا تست بکنیم که ما همون انسان هدفمندی که در رمضان بودیم که هدف ما رضای الله بود، هدف ما رسیدن بهشت بود، هدف ما موفقیت در این عبادت بزرگ بود، ما همون انسان هستیم یا نه تغییر کردیم؟ ما در رمضان چقدر انسان ایثارگر و فداکاری که همه رو میبخشیم، عفو و بخشش داره همینطور لبریز میشه از وجود ما. ببینیم که بعد از رمضان هم ما همین انسان هستیم، بعد از رمضان هم عفو و بخشش داریم، بعد از رمضان هم انسان باید از پرخاشگری، از توهین، از اهانت، از اینکه در مقابل انسانهای جاهل یا انسانهایی که خطا میکنن در مقابل ما از عفو و بخشش کار بگیریم. رمضان میبینیم که همه مراقبت نفس خود رو دارن. تست بکنیم که بعد از رمضان هم اینطوری هستیم یا نه. طرف تماس میگیره با شیخ یا با یک عالمی مولای آخوندی که آقا من یک قطره اشتباهاً قورت دادم، روزه من چطور شد؟ من به یک چیزی دست دادم، روزه من چطور شد؟ والا من این کارو کردم، روزه من چطور شد؟ چقدر دقیق میشید، چقدر مراقبت نفس خودتون رو میکنید. اما بعد از رمضان که انه علیاذ بالله هیچ رقیب و عتیدی وجود نداره، هیچ خدایی وجود نداره علیاذ بالله. بعد از رمضان هر چه دلش میخواد ربا میخوره، زنا میکنه، شراب میخوره، عیاشی، فساد، فحشا رو انجام میده که انه هیچ چیزی وجود نداره در دنیا که این رو محاسبه بکنه. چقدر در رمضان انسان ها با حیا میشن. حیا هست که از سر روی خواهران و برادران مسلمان ما موج میزنه، در حالی که حیا شعبة من الایمان، حیا شعبه از ایمان است، جزئی از ایمان است. حیا در طول زندگی از یک انسان مسلمان مطلوب است، نه اینکه در رمضان با حیا باشی و بعد از رمضان بی حیا. استقامت، کسانی که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامت این مطلوب است در زندگی یک مسلمان در رمضان و در غیر رمضان. ما در رمضان چقدر انسان‌های دارای استقامت و پایداری هستیم در عباداتمون، در اعمالمون. تست کنیم خودمون رو که بعد از رمضان همین استقامت و پایداری وجود داره در زندگی ما یا وجود نداره. تلویزیون رو روشن نمیکنه، یوتیوب نگاه نمیکنه، چیزای مستهجن نمیبینه، به خاطر میگه رمضان است. چرا؟ والله میترسم از خدا خشم خدا میاد، عذاب خدا میاد. بابا جان عذاب خدا در رمضان هم میاد، در غیر رمضان هم میاد. ترس خدا رو ما باید در رمضان هم داشته باشیم، در غیر رمضان هم داشته باشیم. اگر این ترس خدا در رمضان هست و بعد از رمضان نیست، ما باید در همه وجودمان تجدید نظر بکنیم، در دینمان، ایمانمان باید تجدید نظر بکنیم. خدایی که از اون ما باید در رمضان بترسیم، در غیر رمضان هم باید بترسیم. رمضان باید در طول زندگی ما ادامه داشته باشد. آنچه که در مدرسه رمضان ما آموختیم و تمرین کردیم بعد از رمضان باید ادامه بدیم. نماز تهجد و هر شب ما باید نماز تهجد بخوانیم، حداقل هفته یک بار که باید بخوانیم، حداقل شب جمعه که باید بخوانیم، حداقل ما یک بار اختصاص بدیم به این که با پروردگارمان، با الله سبحانه و تعالی در نیمه های شب خلوت بکنیم، اشک بریزیم، قرآن بخوانیم، نماز بخوانیم، با پروردگارمون درد دل بکنیم، مشکلاتمون رو بیان بکنیم. نماز تهجد مختص رمضان نیست. یا عده‌ای هستن که متاسفانه در رمضان قرآن نمیخوانن، خب اینا به یک طرف. عده‌ای هستن فقط در رمضان قرآن میخوانن، بعد از رمضان این قرآن رو تاخچه خاک میزنه تا رمضان سال آینده. این زشت است. خدای نکرده ما از جمله کسانی قرار بگیریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم شکایت کردن از اونها در پیش پروردگار. اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این قرآن رو مهجور کردن. مهجوریت قرآن همین است که حداقل ما روزی یک صفحه قرآن نخوانیم. حالا روزی یک صفحه، هفته یک صفحه حداقل باید بخوانیم. حداقل روزانه همین آیاتی رو که حفظ داری ورد زبانت باشه. اما متاسفانه نه، قرآن فقط مختص ماه رمضان است، بعد از رمضان قرآن رو فراموش میکنن اکثر مردم. ادامه پیدا کردن عباداتی که ما در رمضان به اون عادت کردیم نشانه این است که روزه ما قبول شده، نشانه این است که ما از مدرسه رمضان دیپلم موفقیت و کامیابی گرفتیم.